پوستت حالت کشیدگی داره؟ پوست ریزی داری؟ میکاپ ترک میخوره؟ مشکل از ژنتیکت نیست. روتینتو درست کن. من مهربانم، اسکین تراپیست. امروز قراره بهت یاد بدم چطوری روتین مناسب پوست خشک رو انجام بدی. اگه فقط آبرسان میزنی اما فایده نداره و خشکی پوستت برمیگرده، دقیقاً دلیلش همینه. شما بعد از اینکه صورتتون رو میشورین و آبرسانتون رو میزنین، حتما باید یک مرطوب کننده روی پوستتون بزنید، چرا که این کار باعث میشه که آبرسان از روی پوست بخار نشه و این مرطوب کننده که حالت چربی داره روی پوست بمونه و دوام آبرسان رو حفظ بکنه و پوستتون رو مرطوب نگه داره. مرحله اول از روتین شوینده است. شوینده قوی پوستتون نابود میکنه. شوینده مناسب باید کرمی، شیری، pH 5.5 بدون سولفات باشه. اگه زیاد شوینده استفاده میکنی مساوی تخریب سد دفاعی پوستت میشه. مرحله 2 تونر ترمیمی هستش. اگه روی پوست خشک تونر نمیزنی یعنی یه مرحله از درمان رو حذف کردی. ترکیبات تونر برای پوست خشک حتما باید شامل گلیسرین و هیالورونیک اسید باشه. یه تونر خوب جذب سرم رو چند برابر میکنه. مرحله سوم سرم درمانیه که قلب روتینه. تو این مرحله باید پوستت رو بازسازی کنی، نه تحریک. بهترین سرم ها برای پوست خشک هیالورونیک اسید، سرامید و نیاسینامید درصد کم، حدوداً 2-3%. نکته خیلی مهم اینه که رتینول و اسید خیلی قوی برای پوست خشک به شدت ممنوعه. مرحله 4 مرطوب کننده مؤثره. پوست خشک با کرم سبک درمان نمیشه. مرطوب کننده برای پوست خشک باید شامل اسیدهای چرب، سرامید، اسکوبالام باشه. اگه مرطوب کننده خوبی بزنی این مرحله باعث قفل رطوبت روی پوستت میشه. مرحله 5 ضد آفتاب مخصوص پوست خشکه. پوست خشک بدون ضد آفتاب خیلی زود پیر میشه. ضد آفتاب پوست خشک باید حاوی مرطوب کننده باشه، فاقد الکل باشه. اشتباهات مرگبار پوست خشک. اگه این کارا رو انجام میدی خشکی پوستت خودساخته است. اگه زیاد صورتتو میشوری، اسکراب فیزیکی میزنی، محصولات الکلی استفاده میکنی، فقط آبرسان میزنی بدون اینکه مرطوب کننده روش بزنی، باعث میشه پوستت از اینی که هست خشک‌تر بشه. پوست خشک پوست ضعیفی نیست، پوستیه که محافظتشو از دست داده. اگه بتونی با این کارهایی که گفتم سد دفاعی پوستتو ترمیم کنی، جوانی پوستت تضمین شده است. اگه پوستت خشکه این ویدیو رو سیو کن تا یه بار دیگه بتونی ببینیش. اگه پوستت چربه سابسکرایب کن چون قراره روتین مخصوص پوست چرب رو بهت معرفی کنم. مرسی که تا این ویدیو همراه هم بودی. ویدیو رو لایک کن و برای دوستات به اشتراک بذار.